سلام. تو چه غلطی کردی که افتادی اینجا دختر جون ها؟ خب این برنامه‌ای که برای خانتر روی کردم خوبه ها. آره با این توی صرفه‌جویی آب و برق و گاز هم توش باشه سگ جونم ها باشه. Okay, now where now? بچه‌ها دیگه شروع نکنیم دیگه. بس نکنیم. I can hear you. Volume's not a problem. باشا من ها. Seeing what you're referring to there. ای بابا. Here maybe? No. Is it? No, that's not it. That's just. بس How کنیم. many eyes do you have? How many? Just two, same number as you, but you know, I'm just go. I'm not Oh, my getting God. it. Whatever it is you're driving at, I'm just apparently not getting it. You're So right I'm just there. going to go back upstairs. ببین داشتید به خاطر چی داشتیم بس میکردین؟ ای بابا بس کن دیگه. نباید توی خونه باید آرامش حاکم بشه. کسی حرف نزنه امروز حال ندارم. باشه. ای میک جان این چه سر وضعیه که با خودت درست کردی ها؟ خرگوبی کرده. نه دیگه حال ندارم برای شما توضیح بدم. من دیگه قالدار شدم قالدار. ای بابا که اتا میترسه میک جان تو که هنوز بچه ای. میک تو نکن بابا تو که نزنش. میک با تو هم میک نزنش. فهمیدی توی اون خونه باید حرف بشه. شما شنیدین ها؟ یه چیز میخواستم بگم. میک اینطور نکن بابا رو داری میکشیش ها. نزنش نزن. فهمیدی دیگه اینطور حرف نزنی. مثل اینکه کاملا این میگه بیچار دیوانه شده. وای باید بفرستیم تیمارستان فلفلگی ها. خب این چیزی که میشه باش دیوانگی درمان کرد چیکار کنیم؟ اینجا نوشته باید بفرستی به کارگری؟ اما اینطور که بد میشه. اینجا نوشته باید بری تحصیل توی خارج درس بخونه تو کالجا. اما ما که پول نداریم که بفرستیم. چطور باید بفرستیم؟ هی برا بیرون. خدا تو اینجا چیکار میکنی؟ میخوام برم حموم. پس اونه چیه توی دستت؟ چرا وقتی من هستم اومدی؟ میخوام تو رو باش بزنم. نه من بابا دستم منو نزن. وای میک جان برا بیرون. این میک بخوام لباسات بشورم. کجاست لباسات؟ پس کو لباسات ها؟ کجاست؟ توی اینجا بود آشغال بردشون. ای بابا. خب میخوام به تا چه آقا میخوام بکنم. برا بگیر از آشغال دل پیداش کنم بیار. برا دیگه آشغال برداشت. من برات لباس میخوام تو پول من حرام میکنی. عوضی آشغال. آقا به تا چه میخوام لباسا رو بردازم دور. به تا چه ها؟ این چه سروز حرف زدن با مامانت ها؟ عوضی آقا به تا چه میخوام لباسا هم برا کنم. ببین حالا میخوای چیکار کنی ها؟ میخوای چیکارم کنی؟ میخوای منو بزنی ها؟ عوضی آشغال. اینا نیکو این دخترا. خدای من میکو جیگه ایت عوض شده یه جور شده. میک حالا خوبه؟ چرا امروز حال نداری؟ ای میک اونه چیه توی دست قلقوبیان یا برچسب علکی؟ هی میک چی شدی؟ امروز میخوای ما رو بزنی حال نداری یا؟ ای میک لباسات نمیشه بوی گت میدی یا؟ هی میک اونه چیه؟ چقدر چیز خریدی؟ گشنت تفلکی بیچاره؟ شوهر جون دیگه میک با اینطورین با میک حرف نزن. اون دا دیوونه شد. اون قبلا دیوونه بود. ای بابا الان بدتر شده. شوهر جون بزن دیگه. چرا اینقدر ناراحتش میکنی ها؟ نزن اینطوری حرف باهاش. آره بله من میکو دوست دارم. خیلی باهاش دلم میسوزه. دختره گلم اما به زودی خوب میشه. به زودی یارش از زندان آزاد میشه. تفلکی بیچاره. بله حال ندارم کسی حرف نزنه. باشه میک جان باشه. ما احترام بهت میذاریم. خیلی خوبه اما یارت بالاخره آزاد میشه. اون مرزش یه چیز دیگه بود میک جان. خودت بفهم دیگه. یه چیز دیگه داشت میگفت. آره میک جان بیا غذاتو بخور. داره سرد میشه ها. آره میک بیا غذا. آره میک بیا. داری نوشش میکنی نه؟ ای خای با اینطور با خواهرت حرف نزن داچه. تو الان چی گفتی ها؟ چی گفتی؟ رو صورت خودت بزن. باشه. نه بزن. باشه این نشد. تو بزن بچه خودتو بزن. حالا خوب شد؟ مسخره. خب زدم دیگه. باید چکا کنم من؟